آقا جون سال طویل شد. عید شما مبارک. بیا اینم عیدی من به شما. گله؟ تا نظر کمک داور چی باشه؟ نظر کمک داور رو نمیدونم، ولی نظر کمیته انضباطی اینه که امشب گشته بخوابی تا دیگه منو مسخره نکنی پسر. با خدا نیتم خیر بود آقا جان. آقا سفترتی عید را مبارک بابا، سال نو مبارک بابا، تی بالا میسر. عید تو هم مبارک باشه عمو جان، 100 سال به از این سالا. قربون برادرزاده گلم برم. چه شد؟ اگه او گله لابد ما کاکتوسیم. راستی اسی جون، واسه خانداداشم هم یه ماچ و لایک تو موبایل ارسال کن، بگو عیدیشو گذاشتم کنار بابا. آقا جان چقدر عیدی میخوای بدی بهم؟ میخوام روش حساب بکنم. تا بارا خدا رو شکر امسال با این گرونیا هنوز از خونه پرتت نکردم بیرون پسر. آقا جان من ظرفیتش دارم، راستشه بگو. من از پرورشگاه آوردید؟ نه، چرا باید تو رو انتخاب کنیم آخه؟ هر خنده داشت. خسرو از سفره هفسین 4 تا عکس گرفتم، اگه چیزی ازش کم بشه من میدونم با تو. الانم باشه برو به اون سبزه عید یه آب بده که 50,000 تومن پولشو دادم یه وقت خوش نشه. سبزه 50 تومن آخه؟ ماری جوانا کاشن مگه؟ راستی آقا سفتر واسه این چی خریدی؟ یه 3-4 کیلو پوست پسته خریدم. پوست پسته؟ آره. پوست پسته چی سیغی دیگه؟ آها، چند تا کاربرد داره. یکی این که قاطی پسته ها کنی بذاری جلو مهمون که زیاد نشون بده. دوم این که بذاری جلو در خونه قاطی آشغالا که مردم فکر کنن پسته خوردیم آبرومون نره. خب چرا آجیل نگرفتی آقا جان؟ پسر جان، قیمت آجیل الان جوریه که اگه با تیم راز بقا بری جنگل، یه سنجاب و زیر نظر بگیری، انباریشو کشف و محتویاتشو ضبط کنی، باز به صرفه تره. آخون مگه میذاره ملت دستش به آجیل برسه؟ آقا جان عیدی که ندادی، آجیل هم که نگرفتی، ناسلامتی عیده ها. عیدی که پستش کیلوی 500,000 تومن باشه عید نیست، هالووینه. آقا سفتر مجدگانی بده، رئیسی عیدی امسال به مردم را اعلام کرد. نه بابا چقدر؟ نوشته رئیسی گفت عیدی من به مردم همین کارهای خوب دولت است که دارد انجام می شود. بگو خواهشن یه قیب بذارین از کناراش نریزه برکت خدا اصراف شه. ببین این 6 کلاسه نپرسیده نهار خورده؟ خسرو رو باش که پرسید چقدر عیدی میخواد بده. بابا طرف قاتل زنجیریه، دست کم 30-40 سال سابقه آدم کشی داره. اینقدر پرتوقع نباش قربان تو. پسر جان، بهترین عیدی برای ما جمع کردن کاسه کوزه اینا هم مملکته. به قول مردم تا آخوند کفن نشود این وطن نشود.